و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوره به سوره، آیت به آیت پایان می آورد. خداوند بزرگی این ماه را به این بیان کرد که این ماه رمضان شرف و قدرش در این است که در این ماه ما نزول قرآن داشتیم، ما قرآن نازل کردیم. کدام قرآن؟ هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. همان قرآنی که هدایت مردم میکند، همان قرآنی که عالم راهنمایی میکند. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. صدق الله العظیم. خدا میگوید این قرآن کتابی هست، قرآن راهنمایی میکند مردم را برای که سعادت دنیا و آخرت است. این قرآن کتابی هست که کتاب ما نیست، کتابی هست که هدایت برای عالمیان است. هر کسی که به این قرآن نزدیک می شود، هر کسی که این قرآن احترام می کند، هر کسی که از قرآن و قرآن چنگ می زند و عمل می کند، او در دنیا و در آخرت آدمی با سعادت است. خدا حتی حبیب خدا خیرکم من تعلم القرآن و علمه. ببین اگر همین قوم ما و شما 3000 و 4000 نفر باشد، در بین همین فقط ما و شما حبیب خدا گفت بهترین شما کسی هست که قرآن میخواند. ببین باز این قرآن با دیگرها تعلیم میدهد. افسوس که امروز جوانای ما و شما آدمای با توفیقند، همگی اینا را خدا هدایت کرده است، مسجدی کردند، خدا را دوست بدارند، حبیبش دوست بدارند، لیکن افسوس که از خواندن قرآن دور ماندند. افسوس که به قرآن کم اهمیت میدهند. امروز اکثریت جوانای ما و شما قرآن خواندن نمیتوانند. حبیب خدا میگوید ان الذی لیس فی جوفه شیء من القرآن کبیت الخرب. اگر بنده که چی زن باشد چی مرد باشد، اگر حفظی از قرآن ندارد یا کتابخوانی از قرآن ندارد، او مثل یک خانه ویران شده است. جوانای عزیز، پروردگار قرآن بزرگی ماه مبارک به نزول قرآن بیان کرد. ما همگی چنگ زننده به قرآن ما باشیم، همه سعی و کوشش کنیم که امروز قرآن خوان شویم. امروز الحمدلله اینقدر برای ما و شما هست شرایط ها، اگر خواهیم شرایط ما خوب است، الحمدلله مهیا است، میتونیم که در هر یک مسجد ما و شما تعلیم گیریم. آینده با سواد شویم، انقلا فریب یگان دشمنی خدا داده میزنیم. با سواد باشیم، ما و شما را کسی استفاده بردن نمیتونیم. پروردگار بیان کرد رمضان ماهی هست که در این ماه ما قرآن نازل کردیم. قرآن نزولش در همین ماه مبارک بوده است. پس پروردگار فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. پس کدام شما اگر در ماه مبارک رمضان حیات داشته باشید، زنده باشید، پس برای شما فرض این است که ماه مبارک روزه گیرید. امروز در همین قدر الحمدلله موعظه ها، این قدر گفت و شنیده ها، این قدر دعوت هایی که خدا را شکر وجود دارند، بازم میبینیم بعضی بنده های خدا روزه را میخورند. بعضی بنده های خدا آنقدر ناسپاس هستند که نام مسلمانی میخواهند که گویند که ما مسلمانیم، لیکن از روزه ماه مبارک میگریزند، از روزه ماه مبارک روزه نمیدارند. زمانی که الله آنها را امر دارد که با در گردن تو بنده روزه داشتن فرض است، فرض است. فلیصمه. الله در دوام این آیت مبارکه چی میگوید؟ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. خداوند میگوید اگر شما بندگان من در همین ماه مبارک مبادای بیمار شوید، مبادای بیماری شما را فرا میگیرند، معده درد میشوید، گرده درد میشوید، سر درد میشوید، یعنی درد در تو پیدا میشود که قوت روزه گرفتن ندارید. الله میگوید یرید الله بكم اليسر، من برای شما فقط
آسانی میخواهم، هیچ وقت مشکلات بالای شما آوردنی نیستند. قوت روزه گرفتن نداری، روزه بخور تا زمانی که خدا تو را شفا میدهد. یا اگر شما بندگان خدا در این ماه مبارک سفر داشته باشید، خداوند برای شما رخصت میدهد که در سفر روزه هاتان خورید، گناهی ندارد. الله برای شما همیشه آسانی میخواهد، هیچ وقت برای شما مشکلات نمیخواهد. فقط از شما دادرای عزیز، همین خواهش من همین است که روزدار هستیم. حبیب خدا فلا یرفث ولا یسخط، در ماه مبارک یکدیگر را دشنام ندهید، سخنهای بی معنی و ناشایم از زبانهاتون صادر نشود، زیرا که در روزه شما بسیار خلل کلام دارد، در روزه شما بسیار ضرر کلام دارد. سوال جواب ها را انشاءالله شروع میکنم. الحال یک چند خواهر اسلامی من بیرون کوچه از من مکتوب دادن که همین ها را اولا خوانده دهید. السلام علیکم دولای محترم، برادر عزیز و مهربان. وقتی که صدای شما رو میشنوم از شادی بسیار به هیجان میآیم و خواهش دارم که همین جمعه جواب مکتوب من را گردانید. اینجا در خواهر عزیز نام دو داملا را گرفته است. راستی بار ما از خواندن نام این داملاها البته دور می‌ایستیم، فقط آوازه بود از که یک داملا را اینجا نامش گرفتن که به اجازت پدر و مادر دختر و دخترهای اونها را شوهر می‌دهد، بچه‌های اونها را زن می‌دهد. راستی بار در حق داملاها تهمت‌های زیاد خیلی زیاد است، لیکن برادرای خیلی عزیز و گرامی، از همه شما یک خواهش برادرانه من همین است که زبان از غیبت عالم‌ها دور دارید. هیچ وقت به اهل علم، هیچ وقت به پیشواها زبان درشت، زبان تهمت نکشایید. و این داملا هم البته این حقوق هم ندارد که دختری هر کسی را که خواهد در هر کس دادن گیرد، یا بچه هر کسی را که خواهد زن دادن گیرد. این کار داملا هم نیست، مگر من گمان میکنم که و این شاید دلالت کرده باشد که کدام شما اگر دختری به شوهر دارین اعلام کنین تا که مثال مردم آگاه شوند، دخترهای شما را در بچه های خودشان تسلیم کنند. شاید همین قدر گپ باشد، از این زیاد دیگر چیزی نیست. و دویم اینکه داملای دیگر هم این خواهر عزیز نام گرفتن که در موعظه ها بسیار سخنهای درشت استفاده میبرد و کلمه های بی‌حیانه را استفاده میبرد. خواهش از شما دارم که مقصد یعنی به همین دامله ها رسانین تا که از گفتار این کلمه های خیلی ناخوب دور ایستند. البته خواهر عزیز، الله در قرآن تمام واعظان، تمام پیشواها را سفارش می‌دهد ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. همیشه بندگان خدا را وقت موعظه میکنین با سخنهای خوب، با سخنهای نیک بنده های خدا را دعوت کنین و شما در حالت موعظه هاتون کلمه های قبیح، سخنهای درشت استفاده نبرید، زیرا که از پیغمبر خدا این گونه دعوت هیچ وقت صادر نشده است. و این خاطر میلش بعضی دامله هایی که عصبانی میشوند، سخنهای گوییم سخت در سخنرانیشان استفاده میبرند، اینم گمان میکنم که از روی دلسوزی است. باور که میبینند حال مسلمان ها را در یک حالت خیلی ناخوب، میبینند دخترهای مسلمان ها را در حالت ناخوب، بچه های مسلمان ها در حالت ناخوب، خیلی باور که عصبانی میشوند، خیلی ناراحت میشوند
این از روی غمخواری اونها باور به صدا می‌دهند. این به خاطر دیگر یگان گویم که فعل بدی اونها یا یگان غرض دیگر داشته باشند، فکر میکنم از این نیست، فقط همش از روی دلسوزی است. شما می‌بینید که وقتی که پیشواهایی که یگان سخنهای سخت میگویند در حال بیچاره مورد فشار و مورد عذاب قرار میگیرند. آیا اونها میخواهند که مورد فشار و عذاب قرار گیرند؟ نه، لیکن به خاطر خدا و پیغمبر او این جمله های سخت استفاده میبرند. و این خاطر دادرای عزیز و خواهرای عزیز هیچ وقت ملال نشوید وقتی که از پیشواها گاه وقت شما صداهای مثال گویم که سخت یا یکان سخنهای قبیح را میشنوید، همه این از برای خدا هست، همش به خاطر دین هست. نمیکنند دیگر بعضی دامله هایی که گویم که امروز خاموشی را برای خود اختیار کردند، یعنی یک بنده خدا را دعوت کنند. برای دعوت کردن هم غیرت در کار، جسارت در کار. خب درود و رحمت و برکات در عمر جان شما داملای محترم. حمد و ثنا و خداوند عز و جل و حبیب او محمد صلی الله علیه و سلم. عذر دارم، از سبب مریض بودن معده هم امسال روزه نگرفتم. نمازهای 5 وقته و جمعه را به وقتش میخوانم و خواهم خواند. سوال تعجیلی، در حالت روزدار نبودنم نماز تراویح را بگذارم یا نه؟ التماس در همین جمعه جواب دهید. برادر عزیز، چگونه که الان من در آغاز صحبت برای شما قید کردم، مادامی که این برادر ما بیمار است و روزه را بر عذر خورده ایستاده است، با طریق اولا نمازهای 5 وقته، نماز جمعه، حتی تراویح را هم آمده خواندن تو لازم و شرط است. بسیار درست میشد. البته تو در نگرفتن روزه در پیشگاه خدا گناهکار نیستی، زیرا تو عذر داری، مقصد بیمار هستی. از این خاطر تراویح تو البته با طریق اولا درست است، خواندن دیگه. السلام علیکم و کیدان الله حاجی مرزا. من یک خواهر اسلامی شما سوالی دارم. برای خاطر رمضان ما می توانیم که برای کسلی زنانه نشدن دارو استفاده بریم؟ یعنی زنا کسل زنانه دارن، خب برای خاطری که در رمضان مقصد بیمار نشوند. شما میدونید که کسل زنانه کمترینش 3 روز است، اکثرش 10 روز است. مقصد در همین ماه من بیمار نشوند گفته داروها هست استفاده میبرن، همون پیش راهی و رحم زن میگیرد و این ماه باید بیمار نمیشود. خدا رحمت کند صاحب فتاوای محمودی را خدای نظر که از دارالعلوم زاهدان جمع مولوی ها همگی کتاب درست کردن، از تمام حدیث های پیغمبر خدا جمع کردن. حضرت در کتابش بیان میکند که اگر همین داروی استفاده میبرد همین زن، اگر به جسم او ضرر نآورد، درست است در رمضان دارو استفاده برد تا که بیمار نشود. درست است، فقط اگر در جسم او، در جان او همین دارو ضرر نآورد، برای خاطر رمضان استفاده بردنش درست، برای پیشگیری برای کسل حج. حتی که خدا رحمت کند علمای ما برای مواسم حج هم زنها را اجازت دادند که مقصد حج میروند، برای طواف خانه کعبه را در حالت حیض کردن که وارد مسجد ممکن نیست، برای خاطر حج اگر همون داروها را استفاده برند که بیمار نشوند درست است. دوم، مسافه مسافری چند کیلومتر هست؟ همین کتاب فتاوای محمودی را از مفتی رشید احمد خدا رحمتش کند دلیل آورده است که 77 کیلومتر خودش مسافه مسافری هست. در همین دوم کتاب فتاوای محمودی از یکم کتابش در کتاب صلات همین فتوا را محمود، یعنی فتاوای من مفتی رشید احمد میارد که 77 کیلومتر شما از خانه بیرون شدید شما حکم مسافر دارید. سیوم، زن در جنت اگر 2 شوهر بکند آنها وفات میکنند، با کدام خود در جنت هستند؟ مثلا زنهای اصلا در دنیا 2 شوهر میکنند، 3 شوهر میکنند، شوهرهاشون از دنیا میگذرند. روز قیامت البته زن همراه شوهرش در جنت است،
اینا با کدام شوهر وارد جنت می شوند؟ اگر خداوند زنی که صاحب دو شوهر باشد، دو شوهر شد، مقصد همراه خودش سه کس، اگر همین سه نفر وارد جنت شوند، حدیث از ام سلمه هست، حدیث مشهور است، از پیغمبر خدا پرسیدند ای حبیب خدا، اگر زنی که در دنیا دو شوهر داشته باشد، مثلا دو شوهر کرده بود، با کدام این در جنت است؟ رسول الله گفتند که روز قیامت خداوند این زن اختیار می‌دهد، کدام شوهری را که از این دو شوهر اختیار می‌کنی. این زن در دنیا که اگر با کدام این زندگی خوب داشت، کدام او اخلاقی خوب داشت، رفتار خوب داشت، باید برای خودش اختیار می‌کند. به نام خداوند بخشاینده مهربان، الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام برایتان برادر اهل اسلام از درگاه الهی ایمان کامل، توفیق و انصاف، تنصیحاتی و خانوادی را تماند می نمایم. مقصد نامه به نام مبارک شما عزیزان نوشتنمان از آن است که ما یک گروه زنان محکوم شده درباره یک برادر نهایت گرامی قدر حاجی مرزا معلومات پیدا نموده، ثبت‌ها و دیسکه‌های امر معروف نموده ایشان را گوش کرده خیلی خوشنود شدیم و کمی هم باشد از چی بودنی گناه و ثواب خبردار شدیم. اینا زنایی هستند که در ترمه هستند، همونا مکتوب روان کردند. برادری عزیز شاید نامه مرا گرفته حیران شوید، البته ما از روی نافهمی و گمراهی امروز گرفتاری محبس گردیدیم. اکنون از رفتار و کردارهای ناشایسته خود خیلی پشیمانیم. افسوس میخورم. اکنون میخواهم که اگر شما همچون برادر اسلامی قدم مبارک خود را سوی ما زنان عاجز و گمراه رنجه نموده چند پند و اندرز بهرمان عرض می نموده، اجر و ثوابیت زیاد را خداوند برایتان ارزانی می نمود. از شما خواهش می نمایم که این نامه مرا بی نتیجه نگذارید و از حال زار ما مادران زنده به گور خبردار شوید. امروزها بسیاری زنان مسلمان برای پاره نان ایمان خود را فروخته گمراه گشتند. شما که از علم و اسلام قرآن با خبر هستید، البته باید برای این مسئله خلاصه برآورید. آمدن شما را ما زنان مظلوم و منتظر بی نهایت انتظاریم. باقی خداوند توفیق و انصاف را برایتان ارزانی نماید. در امان خدای عز و جل باشید. خدا حافظ، با امید روز دیدار. یعنی انشاءالله ما اینا وقتی خوندیم نیت کردیم که یک روز خدا خواسته باشد جدا میکنیم و نزد این مادر و خواهر و البته حاضر میشویم، و زیرا که بعضی خبرها هم از همون محبس خانه آمد که نصرانی ها رفته اینها را به طریق دادن پول و دادن آذوقه از دین اسلام میگردانند، در دین نصرانی در آورده ایستادند. این خیلی البته گویم مصیبت است، کوشش کنیم، ولی که اونها بیچاره در داخل محبسند، اونها گویم عذر دارند، احتیاج به پاره نان و احتیاج به پول دارند و این خاطر بعضی‌هاش ایمانهای خدا میفروشند، اگرچند این جنایت است، این گناه است، لیکن امروز بنده های خدا در همین آزادی حتی ایمان خدا فروختند. در همین آزادی امروز بعضی نصرانی هایی که در شهرهای ما و شما جای گرفتن، فرزندای ما و شما را با آموختن یک علم کامپیوتر از دین اسلام بیرون میگیرند، در دین نصرانی میدرارند. پدر مادر او خرسند است که بچه من علم دنیا را میگیرد. این علم دنیا به خدا قسم این سبیل سر پدر مادر میشود. شما اهمیت این بچه های شما کجا میروند؟ پیشی که ها را تعلیم میگیرند. در همین شهر ما و شما اونها کوشش دارن به واسطه انچه یک گویم آذوقه یا که تعلیم های علم کامپیوتر یا دیگر فرزندای ما و شما را از دین اسلام بیگانه میکنند. آخر از گفتن بسیار در پیش ملاها هم باور کن، در پیش ارتیساشن، در پیش حکومتشن بدنام شده مخیر. کی بفرمی شما؟
بعضی رفیقای داشتیم حتی صاحب منصب شدن سلام نمیکنن ختم الله بود بد شده و با پشت نمی سخنی حق بد شده که اصلا دیگر من یکان رای بد ندارم، لیکن کی شما سخنی حق قبول میکنید و مانده شده من گفتن باور تو درد ما میکنن. پنج وقت نماز داریم، نماز جماعت داریم، ملایم، حاجیم، شیخیم، صوفیم، توی ما شما را میبینن باور کنید معصیت گناه را خنده میگیرن. برای خواهر عزیز رفت آمد قد نکن، رفت آمد کردن بگی احترام خود خوشت آمد توجه بیار. این از روی جهالت نافهمه بیچاره. انشاءالله روز از روزا خدا هدایتش میکنه. دعا کن که خدا هدایتش نمای گمراه است. سلام علیکم بابای حاجی مرزا، التماس با همین سوال من جواب دهید. برادر من کسل پوست است. من گفتم که ای برادر تو از خدا طلب کن، خدا شفا میدهد. او مرا از خانه پیش کرد، بعداً گرم چشمه رفت، از آنجا سنگ و آب آورد. من گفتم که تو شرک میکنی، پدرم باشد در عوض این سخن مرا لطقین کرد. دانلا چی میگویی؟ برادر عزیز، گرم چشمه رفتن این غلط نیست. آدمی که مثال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لکل داء دوا میگوید، هر یک درد دوا دارد. مقصد آدمایی که کسل پوستن میروند در گرم چشمه در کجا روند تبابت کردن بگیرن، لیکن شفا را از خدا ببینن. از اونجا بعد هر یک نوده درخت و بعد سنگ این مزار گذشته شده است و این تبرکه ایناش دروغن، ایناشا باور نکنید. همه وقت شفا از خداست. خداوند شفا را میبخشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک جوان زن دارد، تخمینا 3-4 سال شده است که فرزند نیافته است و با زن دیگر عاشق شده است و این زن بیوه و صاحب 2 پسر است. این زن بیوه با این جوان میگوید که زنی خودت را سر میدی، بعد من به خانه میآیم. زن یکم را پیش کرده است و اما او را طلاق نداده است. میخواهم که جوابش را از شما شنوم. همان جوان در همین مسجد شما نماز میخواند. خیلی مادام زنی بیوه را گرفته است، 2 فرزند دارد، این گناه نیست گرفتن این زنی بیوه گرفته است. زن اوله که از خانه پیش کرده است اینش طلاق شده. طلاق دادن البته برای تو مثال زندگی نداری نیت با او، طلاق شده. نیت داری زندگی بیار، زندگی تا کردن بگیر. از همین 2 راه تاش انتخاب کن. بسیار از جوانایی که دختراشون 3 سال و 4 سال بیچاره در خانه طلاقشون میکنن. طلاق شروع کنه، این هم یک نامردی است. بگذار بایم شوهر که مدرود باز زندگیش ببینن. چگونه ای که تو فرداش در زن گرفتی وایم بیچاره باز همون عدهش که گذشت رفته شوهرش کردن میکنه. این چی باقی ندارد اینا. السلام علیکم دوستان. زن گرفتن فرض است یا سنت؟ اگر فرض باشد یا سنت دلیلش چیست؟ اگر زن پیشنهاد کند که ریشت رو تراش بعد در نکاح تو راضی هستم چیکار کنم؟ یا میگوید که خانه به نامم بگیر بعد نکاح کن. خیر، مسئله خانه گرفتن ده ولی بسیاری جوانا بسیاری برادرای هستند که میگوید وقتی کدام زنی را که میگویی که مثال بیا در نکاح من درون میگه اول خانه تا بنامم کن و مایلش چی گفتی؟ و تو زن گرفتن میتوانی خانه بنامی او گذارونی جنایت هست و فقط هم ای دنیا گذاشتی و بچه های تا ای خانه پیش میکنن کجا رو برد و حق دارد یک خانه را بنامش کن و زن تو لازم بوده زن داشتن در کار بوده در زن داشتن وقت خوش بوده پس چرا برای خانه جدا نمیکنی؟ بگذار صاحب خانه باشد یکان گناهی ندارد.
خیلی دویم سوالش جواب گفته بودیم زن گرفتن سنت است. سنت است یا فرض گفته است. دلیلش در چیست؟ دلیلش حدیث پیغمبر خدا است. با رئیس صحابه میگن از خانه رسول اکرم اومدن، راویای حدیث میگن که نمیدونیم کدام زن پیغمبر بود و پرسیدن از عبادت پیغمبر. پرسیدن پیغمبر چی خانه در عبادت میکنن؟ مقصد خواستن که عبادت های خانه بودگی پیغمبر آموزن و از همون چیکار کنن در خانه های خودشون عملی گردانن. وقتی آمدن گوش کردن گویم هر سه اینها به یک خلاصه آمد. مقصد عبادت پیغمبر خدا را شاید که ناچیز شمار، یعنی کم بود عبادتش. و با یکدیگر گفتن خیلی باید پیغمبر است، او خدا اول و آخر گناهش بخشیده است. و یکی از اونها چی گفت؟ گفت من ابدی روزه میگیرم، هیچ وقت روزه من نمیشکایم. دیگرش گفت من همه شب خواب ترک کردم، همیشه با عبادت میایستم. دیگر گفت من هیچگاه زن نمیگیرم. نزد همون زن پیغمبر گفتن از خانه پیغمبر بیرون شدن. وقتی پیغمبر خدا آمد این زن و پیغمبر خبر داد که 3 نفر آمد همچنان سخنرانی کردن از خانه بیرون شدن. پیغمبر خدا آمد نزد اونها گفت شما بودید همون کسانی که خانه من رفتید؟ گفتم بله. شما بودید اون کسی که گفتید ابدی روزه میگیریم، شب دراز نماز میخونیم، خواب نمیکنیم و هیچگاه زن نمیگیریم؟ گفتن بله ما بودیم. حبیب خدا گفت آگاه باشید که من از شما دیده در پیشگاه خدا میترسیدگی شخص هستم و من از شما دیده در پیشگاه خدا قدر و قیمت زیاد دارم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر شما از سنتی من روی گردانید پس از من نیستید. شما گفتن مثلا من پیغمبر هستم، روزه میگیرم، با روزه من میشکارم، خب شب نماز میخوام، شب دیگرش با خواب میکنم و زن میگیرم. پس شما اگر این سنتای من از سنتای من که روی گردانید پس شما از من نیستید. و این خاطر زن گرفتن این سنت است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یک برادر برای ساختمان روز اینجا یک مبلغ آوردن که در حق من دعا کنید، در حق گذشتگان من دعا کنید. اکای حامیدم اینجا یک مبلغ دادن. یک برادر در حق مادرش که وفات کرده است و پدرش را خدا توفیق عطا کند دعا خواسته است و در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه میکنند دعا کنید. خب و یک برادر دیگر ما هم اینجا یک مبلغ در دست ما دادن. برادر عمر از مسکو با همراه چند برادر دیگر نامشان گرفتن، در حق ایشان گفتن دعا کنید. البته همیشه ما در حق آن برادرایی که کمک کننده هستند برای آبادی این مسجد همیشه دعا میکنیم و برای برادرایی که در صندوق خیریه هم خیر میکنند در حقشان انشاءالله همیشه ما دعا کننده هستیم و بار دیگر دعا میکنیم که خداوند این خیر احسانها را قبول بگرداند و هر آرزو امیدی که این بندگان کردن خدایا امید و آرزوهاشون حاصل بگردانید، گذشتگانشون خدا رحمت و مغفرت بگردانید. همه مسافرهای این تاجیکستان ما را، تمام مسلمان ها را خداوند صحت و سلامت به خاندانشان برسانید. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. داملو السلام علیکم. پدر من در روسیه کار میکند، پول روان میکند. مادرم پول را صرف بیهوده میکند، مهمانداری، دوگانه بازی، بازار روی. باز ما را میگوید که اگر پدرت پرسد گوید که لباس امان خرید، خوراک امان خرید. چی باید کرد؟ سخن مادر را گیریم یا نگیریم؟ بابای حاجی مرزا، من در همین زندگی میکنم، در همین محله باشد. پدرم از مادرم و 15 سال هست که زندگی نمیکنم.
ما مادرمون رو میگوییم که بیا زندگی کن، میگوید که نمیکنم، از گردن ما ساقط میشود یا نمیشود. خب این دویم شکایت است از مادرها. اینجا یک شکایت دراز دیگر است، وقتی زیاد میگیرن. مثلا بسیار بیچاره این برادر ما هم صاحب 3-4 فرزند بوده است، معلومات عالی دارم، 30-31 ساله هستند. خب این مقصد از شکایتش از همین است که به نهایت مورد به احترامی در نزد عائله خودم قرار گرفتم. چیکار کنم؟ راهی خلاصی از این را برای ما شما نشان دهید. شما اگر همت آگاه باشید، اکثری سوال و جواب ما و شما شکایت از زنها، شکایت از دخترها می شود و راه خلاص را از ما می پرسند. ما چندین بار اینها را جواب ها گفتیم. سوال یکمی که این دادر عزیز برای ما کرده است که پدر من در روسیه کار میکند، لیکن پول او ذخیره نمی شود، بلکه در راه بازارروی و دکانبازی و مهمانداری صرف می شود. باز برای ما مادرمان این گونه تعلیم میدهد چیکار کنیم؟ البته جوانای عزیز، سخن پدر و مادر وقتی قبول می شود که خلاف قرآن و حدیث نباشد. اگر سخن پدر و مادر خلاف قرآن و حدیث باشد، ما اینجا سخن پدر و مادر قبول نداریم. اگر این گونه مادر بی رحم و بی انصافی که گویم شوهر او که یکی از بزرگترین شخص ها برای زن این شوهر می‌ایستد، او را بی حرمتی کرده و او را در یک حالت وزنی قرار داده، چهارسومی که وی بخیلی مشقت و دهشت به دست می‌آورد، این گویم که بی رحمانه وی صرف می‌کند، این خیلی زن بی انصاف و بی رحم است. حبیب خدا در حدیث‌های مبارک میگوید کسی که اگر رحم به مردم ندارد، خدا به او رحم نمی‌کند. مادامی که تو با یکی از عزیزترین شخص برای تو شوهرت است، وقتی رحم نداره، انصاف نداره، والله که خدا به تو و زن هیچ وقت رحم نمی‌کند. از این به انصافی دیگر نیست. وقتی که مبلغی که وی روان می‌کند برای خاطر فرزند، تربیه فرزند، آبادی خانه، این پول در راه نادرست وقتی که سر، این خیلی بی‌رحمی هست. من بسیار خوب می‌دیدم که این مادرهایی که امروز شوهرهاشون در روسیه هستند، پولی که روان می‌کنند برای تربیه فرزندهاتون روان کنید، برای آبادی خانه‌هاتون روان کنید، برای تعلیم فرزندها آموختن علم قرآن را صرف کنید تا که برای شما یک خزینه در آخرتون شود. یا مادری که گفته است من با این شوهر زندگی نمی کنم، اگرچه 15 سال اینها قهری هستند. 3 روایت حدیث است، در یکی از اونها گفتگی است پیغمبر خدا که 3 طایفه است که از رحمت خدا دور است، در لعنت خدا گرفتار است. دوم روایت این است که 3 طایفه هست که خداوند نماز اینها، عبادت اینها را یک وجب از بالای سرشان دیگر بالا نمیبرد. 3م روایت این است که خداوند 3 طایفه را هیچ وقت عبادت قبول نمیگرداند. 3 روایت برای 3 طایفه. یک طایفه همین کین است و امرأة بات و زوجها علیها غضبان. ببین زن و مردی که در یک خانه زندگی میکنند و با یکدیگر قهری هستند. شوهر بالای زن غضب دارد، این گونه زن خداوند از رحمتش دور کرده است، نماز او را قبول نمیگرداند، تمام عبادتش یک وجب از بالای سرش بالا نمیشود. خواهر عزیز، اینقدر ملامت و اینقدر عذاب به سر خود میگیری در یک دنیایی که امروز یا فردا جان به حق تسلیم میکنی. و از خدا نمیترسید، از عذاب پروردگار نمیترسید. و ما جمعه گذشته یک پشیمانی، یک
یک ماده را برای شما خواندیم که فرزندها امروز مورد تحقیر قرارش دادن که خانه ما را تو بی فیض و بی برکات کردی، زیرا پدر ما از تو ناراضی بود. و تو فرد و هم تو هم وارد همین تحقیر باز قرار بگیری که نزد فرزندان خودت دیگر قدر پیدا نمیکنی. از خدا ترسیدن در کار، شوهرها را احترام کردن در کار، به قدر شوهرها رسیدن در کار. این برادری که نامه نویسنده است، شما نامه را دیدیم پشت رو پر از بیچاره، فقط شکایت از چیکار کنه، 4 فرزند زیبا داره لیکن ذره در خانه قدر و قیمت نداره. چیکار کنه؟ مثلا بیچاره در همه درد و در همه غم و مشکلات روبرو می شود. این خیلی آدم دیندار است که مراجعت کرد، ولی دیگر جواب نشی دارید زیری رفت و قرارش داده بود، با 100 طلاق دیگرش کرده بود و از خانه پیشش کرده بود. آخه این هم از دست جوانان می آید. تا این روزان تا حال ما کسی را دلالت نکردیم که زن طلاق ده، لیکن اگر همچنان معامله زنها رفتن که گیرد، آینده مجبور میشن که بیم از خانه پیشان کنید طلاق شده و جانتان خلاص کنید. و شرط است تا همین اندازه ما و شما آمده رسید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک می‌فرمایند: لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. اگر سجده کردن آدم درست میشد، هر آینه امر میکردم که زنها شوهرهاشون را سجده کنند. و سجده کردن آدم درست نیست، لیکن اگر درست میشد اجازت میدادم که زنها شوهرهاشون را سجده کنند. برای چی؟ به خاطر که حقی بزرگی که شوهرها بالای زنها دارند. و شما هم خواهرای عزیز حق دارید، شما هم بزرگی دارید، شما هم شرف دارید، لیکن شرف و بزرگی مرد از شما بالاتر است. به قدر شوهرهاتان رسید، از عذاب پروردگار ترسید. خیلی مصیبت است به خدا. در یک خانه، در خانه مهنت کرده مرد زندگی میکنی، بیچاره تا بیگاه کار میکند، آب و نان تأمین میکند، با او قهری هستی. تمام ملائکه ها به خدا، تمام پرنده ها، تمام آن چیزی که در روی زمین است برای این گونه زن لعنت روان میکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در وقت نماز شام خفتن، چراغ را خاموش کردن درست است؟ نه، درست نیست. در روشنی نماز خوانید. آیا در مسجدی که ملایش ریش نداشته باشد یا که محراب نداشته باشد نماز خواندن درست است؟ در این بابت التماس کمی هم باشد روشنی اندازه. با احترام، یک گروه مخلصان اشدی شما از شهر کولا. برادری عزیز، اکنون ملا ما جمعه گذشته بود برای شما رسانیدیم. ملا باید ریش داشته باشد، پیشوا باید ریش داشته باشد و این ریش نه برای یک ملا و پیشواست، بلکه به گردن همه شما بود ببینید مصفیدا را میبینید ریش ندارن، عیب است. فقط یک ملا نه، یک پیشوا نه، همه شما در سنت از ریش گرفتن. جوانان را آستین کلته نماز خواندن نمیمانیم، سر ریش نماز خواندن در همه شما دلگیر میشه، لیکن تو نه سله دارید، نه ریش دارید، نه یگان لباس سنتی دارید. بهتر و خوبترش همین است که همون ملای که ریش دارد از پس اون نماز خوانید. اینش به شک و به شبهه است. از پس این ملای به ریش نماز خواندن مکروه است. کراهیتش در تمام کتاب‌های فقهی آمدگی است. از
السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من به شما یک سوال دارم. ولی یک مکتوب همینجا هست، اگر نوبتش آید ممکن خوانم. یک برادر عزیز حتی مکتوب در دستش گرفته به خانه را آمده است، ریش مانده است بیچاره. تایی میگه 2 هفته است که زنم قهر کرده است، خانه رفته است که تو ریش مانده. ببین چیکار کنم؟ ریش من بتراشم دامولا یا که چی خیلی کنم؟ و تو را ضعیف، اگر ایمانت اینقدر ضعیف که میشد اما نمیماندیش. نخوا این زن نمیداند این سنت پیغمبر خداست. نخوا زنهای ما خلافی گفته قرآن، خلافی گفته حدیث رفتار کنند. نخوا که زن ما را دلالت کند بر گناه و در گناه زن اطاعت کنید. این خیلی جوانه، این خیلی غیرت است. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من به شما یک سوال دارم. وقتی که جسد در قبر میمانند و در حال پرسنده ها به پیش این جسد می آیند و با آن جسد با کدام زبان سوال و جواب میکنند، التماس با سوال ما جواب گردانید. یعنی وقتی که پرسنده ها از جسدهایی که در قبر گذاشته می شود سوال میکنند من ربک و من نبیک و من دینک، پروردگاری که تو کیست، پیغمبری تو کیست و دینی تو چیست. این با زبان عربی می شود و خداوند برای تمام بندگانش تلفظ کردن با زبان عربی را آسان می گرداند و مهیا می گرداند که هر کدام ما و شما آزاد زبان اونها را می فهمیم و با زبان همونها جواب اونها را می گردانیم. السلام علیکم آقای حاجی مرزا، با سوال من التماس جواب دهید که مادر من کسل قلب و کسل دل و کسل فشار خون هست. برای آن مادر روزه داشتن ضرور است یا نه؟ اما گوید با احترام فیضا سفرعلی از قشلاق رحمانگردی سری چشمه. ما گفتیم که این سه بیمارت بشاره، اگر یکی از این بیماری ها داشته باشد این مادر، برای این مادر تا تبابت کردن تا صحت یافتنش روزه را خوردنش برای این گناهی نیست. خب بابای حاجی التماس دارم که با سوال من جواب گردانید. آدمی که بیماری قند و دق نفس می باشد در طهارتش و روزهش او کار یا دارو ریزد، طهارت و روزهش می شکند یا نمی شکند؟ یعنی بیماری هایی که امروز هستند و وقتی که احتیاج به اوکال می شوند، اوکال می گوییم ما شما، آیا روزه هاشون می شکنند یا نمی شکنند؟ همون فتاوای محمودی که من در آغاز برای شما نامی را گرفتم، در همین فتاوای محمودی هم آمده است که اوکال روزه را نمی شکند. فهمیدید؟ اوکال روزه را نمی شکند. فقط خدا رحمت کند امروز بعضی از پیشواهای ما و شما همون گلوکوز را میگد اگر در رگ بذارند و این قوت میبخشد همونش میشکند. دیگر اوکالهایی که برای شما میکنن وایش میگد روزه را نمیشکند. حتی همین فتاوای محمودی هم به همین چیز فتاوا دادگی هستند. برای همین دادرهایی که امروز بسیارش دندان درد هستند، دندان میکنن، اوکال میکنن، دیگر احتیاط کنید که همون خونه که از دندان جدا میشن در حق تا نرود، انعمالش روزه را میشکند. خب کندنی او، اوکال کردنی او روزه های شما را نمیشکند. فقط کاری کنید که همون آبی اوکال است یا آبی همون خون دهان شما در حق شما نرود. سوال از کوچه کیرو. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما یکی از مخلصان اشدی شما می باشیم. ما از شما خواهش داریم که در همین روز جمعه سوال ما را جواب گردانید. در محله ما یک پیشوا هست، علم خوب دارد، در مسجد امر به معروف می کند، لیکن زن و فرزندش در فرمانش نیست.
پیشوا چی گفتنی هستید؟ و سوال دیگر هم این است که با این زنهایی که شوهرانشان در روسیه کار میکنن، پولهای روان کرده شده رو اسراف میکنن، با این اسراف کننده ها چی گفتنی داری؟ خیلی سوالی دویم شما جواب گفتیم که مادرای عزیز در حق شوهرهاتان چه در روسیه باشن چه در اینجا باشن رحم و انصاف کنید، احترام کنید، قدردانی کنید. انشاءالله شما فیض دنیا و آخرت نصیب می شوید. و شخصی که نماز مردم می خواند لیکن زن و فرزند او در اطاعت او نیست، از پس این گناه پیشوا نماز خواندن درست است یا نه؟ درست است برادر عزیز گرامی. اگر پیشوایی باشد که همیشه کوشش کننده باشد که زن او، فرزندهای او اهل اسلام، اهل ایمان باشند، از احکام و ارکان دور نباشند، لیکن اونها به این پیشوا گوش ناندازند، اهمیت ندهند، از پس این گونه شخص ما نماز خوانیم باقی ندارد. لیکن شخصی که اگر در زن و فرزند اهمیت ندهد، هر کاری که اونها به حیایی به شرطی که خواهند کردن گیرند ما راضی باشیم، انا این گونه پیشوا را از پسش نماز نمیخوانیم. شخصی که راضی باشد در همان به حیایی و به شرمی و به ایمانی که از زن و فرزندای او صادر می شود در همون پروا نداشته باشد، دعوت نداشته باشد، غمخواری نداشته باشد، از پس این گونه شخص ما نماز نمی خوانیم، زیرا در دل ما نسبت این شک و شبهه وجود دارد. ببینید شما زن حضرت لوط علیه السلام کافره بود، پیغمبر بود. زن حضرت نوح علیه السلام کافره بودند. بچه حضرت نوح کنعان کافر بود، پدرش گوش نمی انداخت. لیکن زن فرعون عاصیه مسلمان بود. و این خاطر البته از آدمای خوبم فرزندای ناخوب، زنهای ناخوب، دخترهای ناخوب میبراید. یعنی این با عیب خودی همون آدم خوب همون پیشوا نیست، بلکه وی نمیخواهد که زن او دختر او این گونه باشد. وی کوشش میکند لیکن خدا اونا را هدایت نمیکند. لیکن مادام کوشش کننده نباشد، پروا نداشته باشد، انا این گونه شخص ما میتونیم از پسش نماز نخوانیم. السلام علیکم اکای داملا حاجی مرزا، خداوند شما را سالهای دراز عمر دهد. من یکی از مخلصان شما هستم، از ناحیه مومن آباد هستم. سوال خصوص و خوشنامانم از سبب امر معروف و نهی از منکر، تماشا و گوش کردنم رفت آمد رو به خانه ما قطع کردن. بابای حاجی آیا ما هم رفت آمد رو قطع کنیم؟ التماس بابای حاجی زودتر جواب کردن ضرور است. در آخر در حق ما دعای خیر کنید. خواهر کدام خواهر خیلی مسلمان بوده است که همیشه امر معروف نهی منکر گوش میکرده است، تماشا میکرده است. خسر و خوشنامانش از این عملی کلین بسیار ناراحت بودند، بسیار ناخوشنود بودند که مثلا کلین ما امر معروف گوش میکند، کلین ما امر معروف تماشا میکند. مقصد در جای اینها باید این رقص بازی را تماشا کند، باید فسق و فساد در رود. واقعی چی مثال این چی گفت این خیلی مسلمانیه که این امر معروف گوش میکند. مقصد این شاید خسر و خوشنامان همین باشد. و این خواهر از ما البته خواهش کردن که ما هم رفت آمد قطع کنیم. یعنی خدا رحمت کند حضرت سعدی را، او میگفت ادب از کیا مفتی؟ میگفت از بی ادب. هرچی اونها بد کردن در چشم ما بد آمد، ما او را ترکش ساختیم. مثلا این خسر و خوشنامان بی آدابی کردن، خواب رفتار نادرست کردن، به خاطر که از این گونه کیرین یا از این گونه فرزند شکرانه به سوی خدا بیارن که خداوند این خیل فرزندی خوب برای ما نصیب کرده است که همیشه گوش کننده امر معروف و تماشا کننده نهی منکر است. شکرانه این به جا بیارن، باز چه هست؟ ناشکری را که در عوض این به جا آوردن، پس این یک بی آدابی و یک بد اخلاقی خودی همون خسر و خوشنامان نشان می‌دهد. حبیب خدا در حدیث های مبارک میگوید
لا تجعلوا بیوتکم مقابر. ببینید خیلی با اهمیت باشه، خانه هاتون به قبرستان مبدل نگردانید. خانه هاتون به قبرستان مبدل نگردانید. ان الشیطان ينفر من بيت الذي تقرأ فيه سورة البقره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه شیطان از خانه‌ای که شیطان میگریزد. ببین گریختن شیطان برای هر یک خانه این رحمت است، برکات است. از خانه‌ای که شیطان میگریزد، حبیب خدا میگه شیطان میگریزد از خانه‌ای که در اون خانه سوره بقره خوانده شود. ببین در خانه‌ای که سوره بقره خوانده می شود شیطان از او خانه میگریزد. ما کجا رفته ایستاده؟ امروز در خاندان اکثر مسلمان ما و شما باور که صاحب مگنیتوفون هم شد، صاحب تلویزیون هم شد، صاحب همه دیسک ها هم شد، صاحب ماشین هم شد، لیکن خدا آنقدر عقل و توفیقش نداد است که همونها را در راه درست صرف کند. صاحب همه این نعمت ها کرد لیکن عقلش نمیداد که همین را در راه درست صرف کند. اگر در همون دیسک های شما، در تلویزیون شما، در مگنیتوفون شما اگر سوره قرآن صدا دهد یا موعظه ها گفته شود، بدانید از خانه شما شیطان میگریزد، خانه شما در فیض می شود، برکات می شود. برادرای ما امروز صاحب ماشین هستند، بهترین ماشین ها را سوار می شوند، لیکن زمان در ماشینش میشینیم باور کن ما در ماشین همون کس میشینیم آنقدر خدا توفیقش نداده است که همون موزیکش را پس کند، همون را در پیش ما با بلند میکند. اگر جوان عزیز از نافهمی باشی توبه که خدا میبخشد، لیکن اگر قصدن همچنان رفتار کردن بگیرید به خدا قسم در زیر وعیده که خداوند در قرآن ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. ببین چشم ها، گوش ها، هر یک اعضای تو مسئولیت دارن پیشگاه خدا در با این گوش و با این چشم البته تو جواب میگویی. خداوند قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند میگه مؤمن نجات یافت. کدام مؤمن؟ ببین همه شما مؤمنید، همه شما مسلمانید، شما نجات میابید. کدام وقت؟ عن اللغو معرضون، وقتی از سخنهای بیهوده را گوش کردن شما گوشهاتان محکم کنین، گوش ناندازین، شما در پیشگاه خدا نجات میابید. نام مؤمنی داری، مسلمانی داری و حتی در محله ها زندگی میکنین، باور کنین صدای همون موزیکش 10 خانه را فرا میگیرد، عیب نمیدارد، شرم نمیدارد. تو رقص و بازی را دوست میداری، قطعی همون زن فرزندان پس کرده در خانه گوش کردن بگیری. و مسلمانی هست که بیزار است از این و در خانه صدای قرآن باشد، در خانه صدای امر معروف نهی منکر باشد، خوش به حالت انا مسلمانی انا ایمان داری. و تو میلش موسیقی را گوش کردی، همون شعری را گوش که به فایده جانت باشد و بیزار شده من تررم و بررم و بلا و بطر اینا بیزار شده به خدا. و همون صحنه های باور کنین همون تئاتری را بعضش حرام کردن، همون لباس ها و همون شعرخوانی ها شد و همه را رسوا کردن، فرزندان همه را از راه بیراه کردن. که شما با کی رفتید؟ راه کی نمیرید؟ کی را دوست داشتید؟ و خدا در قرآن این